زن‌های بی‌وزنی که تنها کجا مراجعت کردند؟ این نوار یک سال پیش ثبت شده است. اتمی عظیمова درباره کارش قصه می‌کند. او بعد رهایی از زندان برای خود و 20 هم‌تقدیرش جای کار آفریده بود. اما اگر پیشتر از کامیابی می‌بالید، در این ویدیو از دشواری می‌گوید. مثلا پیشتر من مواد مخدر که داشته بودم رزولت داده میتونید رزولت خیلی همکاری میکنید میخوای گپو من گفتم خیلی کن پوزی خیلی کارا کنید من مشغول نیم من کاری تازه میکنم برای همین گفتم من از 4 طرف پول گرفته میکنم کاری حرام دست نزنم گفته. اتمی عظیمова در این ویدیو از سنجش صحبت‌های پیهمی ماموران میلیسا در خوجند شکایت داشت. حالا دیگر در آزادی نیست. او در بهار امسال دستگیر و زندانی شده است. مسئولان دادستانی ولایت سوخت جرمش را قلابی گفتند. در اساس مراجعات شهروندان نسبت عظیمова اتمی پرونده جنایتی ماه اوگوست سال 2023 آغاز کرده شد. نسبت نامزد جزای محرومی از آزادی تعیین گردیده است. موقع خودش یا نزدیکانش به حکم معلوم نیست، ولی سال پیش میگفت که بر اساس شکایت 4 کارشریکش او را تفتیش دارند. هرچند اصرار داشت که با کارشریکان مشکل ندارد و در زیر کاسه نیم کاسه هست. اگر 4 نفر جمع کنیم اگر گپ درباره 70,000 سوم میرد حاضرم مثلا من محصولات همونو گردانده میتونم او شربی کلون نه مثلا تو 100,000 تا 200,000 من دادو گرفت میکنم کار خونم مثلا بور میگیرم بور میفروشم یک سیزونی که دیگه تو 400,000 بور دخته میتیم آدموا یک سیزونی ماتراس دختگی هم اتمی عظیمова در سال 2013 با گناه قاچاق مواد مخدر 8 سال زندانی شده بر اساس قانون عفو پیش از مهلت آزاد شد. سپس کارگاه دوزندگی را برای همتقدیرانش تأسیس داد. حالا در این کارخانه‌اش با سند بیمهر و امضای مسئولان ناظران انداز بسته است. ساختمان بینای کارگاهی را که در ناحیه باباجان غفورов سر کرده بود نیز ناتمام ماند. حامیان حقوق انسان با توجه به قضیه اتمیه میگویند زندانیان سابق در تاجیکستان از جمله شخصان آسیب پذیر هستند. هست مراجعت هایی که محکوم شدگان اوید به دعوت شدن آنها پرسیده شدن آنها نظری منفی داشتن نسبت به آنها مراجعت میکنند میپرسند که چه خیلی باید باشد در کدام حالت ها نظارت کردن آنها روا داشته است در دور قانون. در زندان و بازداشتگاه های تاجیکستان تقریباً 15,000 نفر را نگاه می‌دارند. تقریباً 500 نفری آنها زن هستند. بعضی از آنها بر اساس قانون عفو و برخی دیگر با پایان حکم آزاد می‌شوند. یک نگرانی سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بیکاری زنان سابق زندانی در تاجیکستان است. مشکلی که اتمی عظیمova می‌خواست یک گوشه‌اش را حل کند اما به آرزویش نرسید.